خانه ما صنف ما سلسله برنامه‌های آموزشی دروس مکاتب از صنف 10 الی 12 مضامین ریاضی، فیزیک، کیمیا و بیولوژی از شنبه الی سه شنبه هر روز یک برنامه به زبان دری و یک برنامه به زبان پشتو از صفحه یوتیوب و تلگرام ما که به نام AEPO تجلا و وبسایت ما تجلا.if هست بیننده و شنونده باشید. اگر نظر یا سوالی دارید به شماره تلفن 0093 77 45 99 841 به تماس شوید. خب سلام شاگردای خوب و نازنین، امید که خوب صحتمند باشین. به اولین جلسه از مضمون بیولوژی صنف دهم خوش آمدید. اولین موضوعی که شما در فصل اول میخونین متدهای علمی هست. متدهای علمی یا روشهای علمی به روش‌های گفته میشه که یک دانشمند برای تحقیقات خود از او استفاده میکنه. چند مراحل متدهای علمی دارن. اول که از طرح سوالات است. طرح سوالات قسم است که یک دانشمند میخواد یعنی تحقیقات خود شروع بکنه. اولین مرحله که باید سپری بکنه طرح سوالات است. یعنی طرح سوالات قسم است که یک دانشمند در یک مورد میخواد تحقیق خود آغاز بکنه. یک سوال در ذهن اینا خلق میشه، ایجاد میشه، اینو میگن طرح سوالات. مثال اگر بگوییم که اولین مرحله از تحقیقات اینمی طرح سوالات است. اگر طرح سوالات نباشه تحقیقات هم انجام نمیشه. به خاطری که اگر طرح سوالات مشخص باشه مسیر مشخص میشه. یعنی شما میفهمید که درباره کدام موضوع شما تحقیقات داشته باشید. خب اولین موضوعی که انیشتین میخواست که تحقیق بکنه یعنی یک سوال در ذهنش ایجاد شد. یعنی میخواست قوه جاذبه زمینه پیش از اینکه کشف کنه یک سوال در ذهنش ایجاد شد که مثلا سیب از درخت پایین افتید. یک سوال در ذهنش ایجاد شد که چرا یعنی سیب به طرف پایین آمد. پس به همین خاطر اولین یعنی طرح سوالات در ذهن ایجاد شد. پس به همین خاطر اولین مراحل متدهای علمی طرح سوالات است. خب مرحله دوم که است مشاهده هست. در مشاهده یعنی شما معلوماتتان جمع آوری میکنین و یا در کل شما از مشاهده از چشم استفاده میکنین و به خاطر اینا برای مشاهده شما تنها از چشم استفاده نمیکنین. یعنی میتونن که حواسای دیگه هم در مراحل متدهای علمی استفاده شود. مثال از طریق لمس کردن، بوییدن شما هم میتونین که یک موضوع را یعنی معلومات جمع آوری کنید. دیگه ساختن فرضیه هست. ساختن فرضیه عبارت از امو حدس و گمان یک دانشمند هست که امو معلوماتی که جمع آوری کرده هست درباره اونا یک فرضیه سازی میکنه. پس امین میگن ساختن فرضیه هست. مثال اگر یک موضوع شما یک دانشمند میخواد که تحقیق بکنه، مثال آب کثیفه. آب کثیفه اینا چی کار میکنن؟ یعنی یک فرضیه سازی میکنه. یعنی میبینه زمانی که مشاهده کرد میگه می ساختن فرضیش قسمی است که میگه باید از آب کثیف در پخت و پز استفاده نشود. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا تحلیل فرضیه هست. به خاطر تحلیل فرضیش قسم است که شما آزمایش میکنید. یعنی یک قطره آب کثیف میگیرید در میکروسکوپ میبینید و اونجا شما میفهمید که تحلیل فرضیه موضوعی هست که شما اگر آب کثیف در میکروسکوپ دیدید بعضی میکروب ها و موجودات دیگر شما میبینید. پس در تحلیل فرضیه اما آزمایش کردن هست که شما از طریق آزمایش میتونید که یعنی اما یک موضوع را بیان کنید. در نتایج تحلیل فرضیه قسم است که شما آزمایش کردین، بعد از آزمایش به یک نتیجه میرسید. این میره نتایج تحلیل فرضیه میگه. شما زمانی که یعنی آب کثیف در میکروسکوپ دیدین و بعضی دیگر نتیجه میگیرید که باید از آب کثیف در پخت و پز استفاده نشود. پس این یک نتیجه تحلیل فرضیه هست. و موضوع دیگه تهیه راپور هست. تهیه راپور قسمی است که شما همو گزارشاتتان و همو تجربه هایی که انجام دادین این به شکل یک راپور نوشته میکنید.
به خاطری که امی تهیه راپور قسم است که شما میخواین یک موضوعی که تحقیق کردین برای دیگران برسانید. پس نیاز به تهیه راپور است که شما از طریق راپور یا گزارش استفاده میکنید که آب کثیف باعث این میشه که بعضی میکروب ها و اینا در بینش وجود داره. پس به همین خاطر شما از پخت و پز دوی استفاده نکنید، به خاطر که باعث مریضی میشه. شما این به شکل یک راپور نوشته میکنید و در خدمت دیگران قرار میدید. و همچنان در تهیه راپور شما یعنی یک مراحلی که کار کردین یا تحقیق کردین کلش در روی ورق یا همچنان به شکل راپور و گزارش نوشته میکنید. خب شاگردا، موضوع فصل اول ما و شما خلاص شد. شما میتونید تمرینات فصل اول کار کنید. خب موضوع فصل دومتان متابولیسم و مرکبات غیر عضوی است. یعنی اول متابولیسم باید بشناسیم و همچنان مرکبات غیر عضوی در متابولیسم چی نقش داره. پس متابولیسم و همچنان مرکبات غیر عضوی موضوع فصل دومتان میشه. خب متابولیسم چی است؟ متابولیسم عبارت از عمود تعاملات کیمیایی که در یک حجره صورت میگیره، این به نام متابولیسم یاد میکنه. و متابولیسم به خاطر بقای یک حجره یا یک موجود زنده استفاده میشه و اهمیت و نقشش امی است که متابولیسم اگر در یک حجره موجود نباشه پس او حجره زنده نیست. پس به همین خاطر متابولیسم به دو بخش تقسیم میشه، یکی به نام آنابولیسم است و دیگه‌اش کاتابولیسم است. آنابولیسم به تعاملات کیمیایی ترکیبی گفته میشه که در یک حجره یعنی مواد کیمیایی به شکل ترکیب استفاده میشه و همچنان در تعاملات کیمیایی ترکیبی مواد ساده به مواد مغلق تبدیل میشه. به همین خاطر شما اگر داشته باشین مثلا 6 مولکول کربن دی اکساید جمع 12 مولکول آب، در نتیجه C6H12O6 که گلوکوز است با 6 مولکول آب میسازه. پس شما اگر ببینید کربن دی اکساید و آب یک ماده یعنی ساده هست با مواد مغلق که گلوکوز و همچنان آب است تشکیل داده. و در آنابولیسم که هستن مواد ترکیب میشه، یعنی تغییر و تبادلات ترکیبی در یک ماده به وجود میاد. و همچنان در تعاملات کیمیایی ترکیبی یا آنابولیسم پروتئین ساخته میشه از مواد ساده، مثلا پروتئین ساخته میشه، شحمیات ساخته میشه، کربوهیدرات ها ساخته میشه، نوکلیک اسید ساخته میشه. پس متابولیسم که هست شاگردا موضوعی است که متابولیسم باعث یعنی رشد یک حجره میشه، باعث رشد یک حجره میشه و همچنان باعث ترمیم یک حجره میشه و همچنان باعث تولید انرژی در حجره میشه. و اینمی متابولیسم است که حجرات به بقای خود یا به زندگی خود ادامه میده. موضوع دیگه کاتابولیسم است. در کاتابولیسم مواد یعنی تعاملات تجزیوی هست، یعنی مواد مغلق پس به مواد ساده تبدیل میشه. شما اگر میفهمید که C6H12O6 یعنی گلوکوز هست با 6 مولکول اکسیژن یک جا میشه، یعنی از مواد مغلق مواد ساده ساخته میشه، یعنی کربن دی اکساید با 6 مولکول کربن دی اکساید جمع 6 مولکول آب و همچنان یک مقدار انرژی آزاد میشه. این انرژی باعث میشه که در یعنی حجرات به بقای خود ادامه بده. و همچنان در کاتابولیسم یعنی قندها مثلا پروتئین ها به امینو اسیدها تبدیل میشه و همچنان کربوهیدرات ها همچنان به شحمیات و اینا چی میشه؟ تقسیم میشه. خب در کاتابولیسم موادهای مغلق به موادهای ساده تبدیل میشه، یعنی یعنی شحمیات به تیزاب‌های شحمی و همچنان نشایسته به گلوکوز تجزیه میشه و همچنان پروتئین ها به امینو اسیدها تبدیل میشه. خب در تعاملات کیمیایی آنابولیسم به نام اسیمیلیشن میگه و همچنان تعاملات تخریبی یا همچنان تجزیوی را به نام دیسیمیلیشن میگه. استاد نقش آنابولیسم و کاتابولیسم چیست؟ خب یک شاگرد سوال کرده میگه استاد نقش آنابولیسم و کاتابولیسم در حجره چی است؟ خب آنابولیسم اگر شما میفهمید که تعاملات ترکیبی هست، یعنی از مواد ساده مواد مغلق ساخته میشه. پس به همین خاطر وقتی که آنابولیسم در یک حجره زیاد باشه یا زیاد شوه
شما میفهمید که یعنی مواد مغلق زیاد میشه در حجره، پس به همین خاطر باعث رشد زیاد میشه و همچنین باعث چاقی یا وزن زیاد میشه. پس انابولیزم باعث یعنی وزن زیاد و همچنین نموی زیاد میشه. و کاتابولیزم که اگر در یک حجره زیاد شود، کاتابولیزم شما میفهمید که مواد مغلق به مواد ساده تجزیه میشه. پس به همین خاطر یعنی حجره انرژی خود از دست میده و بالاخره وزنش هم کم میشه و باعث زی میشه که حجره از بین بره. و همچنین اگر انابولیزم و کاتابولیزم در یک حجره مساوی باشه، پس حجره نه رشد میکنه و نه وزنش کم میشه، به خاطر که تعاملات ترکیبی و تعاملات تجزیوی در حجره مساوی میباشه. خب مرکبات غیر عضوی در متابولیسم، یعنی در مرکبات غیر عضوی در متابولیسم چی نقش داره؟ اولین موضوع آب است. آب یک از مرکبات غیر عضوی است که وزن بدن انسان تقریبا 65 الی 95% آب تشکیل میده. یعنی در تمام حجره آب وجود داره. یعنی آب به دو نوع هست، یکی آب در حجره که پیدا میشه یا به دو شکل، یکی به شکل آزاد است، یکی به شکل بسته هست. به شکل آب به شکل آزاد در حجره قسم است که این در تعاملات کیمیایی سهم میگیره. یعنی شما در موضوع قبلی یادآور شدم که در مرکبات عضوی یعنی یک مقدار آب تشکیل میداد، نه؟ پس امی آب آزاد در تعاملات کیمیایی سهم میگیره. یک و دوم ترکیبات داخل حجره آب چی میشه؟ در ترکیبات داخل حجره سهم داره. آب بسته قسم است که اگر آب آزاد در دسترس نباشه، یعنی آب بسته در حجره موجود هست. خب شاگردای عزیز، موضوع دیگه ما منرال ها هست. یعنی در حجرات بدن انسان بر علاوه که بعض آب و اینا را گفتم که یک از موادهای غیر عضوی است، منرال ها نیز وجود داره. منرال ها به دو کاتگوری تقسیم میشه که عناصر پرمصرف است، یک عناصر کم مصرف. عناصر پرمصرف به عناصر گفته میشه که بدن روزانه بیشتر از 100 میلی گرم در روز بیشتر استفاده کنه. این عناصر پرمصرف میگه، مانند سدیم، آهن و فسفرس است. و عناصر کم مصرف این از نامش پیداست که کم مصرف است، یعنی بدن روزانه کمتر از 100 میلی گرم در روز ضرورت داره، مانند آیودین است و همچنان فلورین است. دیگه کلسیم در بدن انسان یک از منرال هاست. در بدن انسان چی نقش داره؟ یعنی باید غلظتش در خون ثابت بمانه. اگر غلظت کلسیم در خون کم شود، باعث این میشه که بعضی فعالیت های عصبی را مختل بسازه. اگر این فعالیت عصبی حرکی باشه، باعث میشه که عضلات منقبض شود، عضلات شق بمانه و باعث کجی عضلات میشه. یا همچنان اگر این عضلات حنجره باشه، عضلات حنجره منقبض میشه و باعث خفگی شخص و حتی شخص از بین میره. دیگه کلسیم در کجا ذخیره است در بدن انسان؟ هم در استخوان ها ذخیره است و همچنان در دندان ها ذخیره هست. یک انسان متوسط به طور عموم 1 کیلوگرم کلسیم داره که کلسیم در استخوان و دندان های چی شده؟ ذخیره شده است. خب منابع کلسیم که هست؟ منابع کلسیم یعنی ما میتونیم کلسیم از کجا به دست بیاریم؟ یکی لبنیات در کل کلسیم داره، یعنی سرشار از کلسیم است، مثال شیر است، پنیر است، همچنان اینا در کل چی هست؟ کلسیم داره. خب کمبود کلسیم در بدن انسان یعنی چی مشکلات را به وجود میاره؟ اگر برای کودکان کلسیم در بدنشان کم شود، باعث راشیتیسم میشه یا هم استخواناش نرم میباشه و همچنان در کلانسنا باعث پوکی استخوان میشه. یعنی امید کلسیم اگر در بدن کم شد، باعث این میشه که استخوانا پوک شود. دیگه نقش فسفرس چی است؟ فسفرس هم همچنان در حفظ و نگهداری سیستم عصبی، یعنی سیستم عصبی را حفظ میکنه. پس این هم فواید فسفرس در بدن انسان است. خب یعنی در موضوع قبلی مرکبات غیر عضوی آب و اینا را خواندم که در حجره یعنی پیدا میشه. اما مرکبات عضوی هم در بدن انسان در حجرات پیدا میشه. اولی که ترکیب کیمیایی در حجره مرکبات عضوی که هست قندها و پروتئین و شحمیات تشکیل میده و همچنان مواد غذایی باعث تولید انرژی میشه. یعنی قندها و پروتئین و شحمیات باعث میشه که در بدن انسان یعنی تولید انرژی میکنه. از جمله قندها که هستن، میرسیم سر قندها. قندها یک از جمله مرکبات عضوی هستند
که از سوخت 1 گرم قند تقریبا 4 کیلو کالری انرژی تولید میشه. یعنی قندها از جمله مرکباتی است که در بدن انسان خیلی زیاد تولید انرژی میکنه و در قندها که است کربن و هیدروژن و اکسیژن در ترکیبش موجود است. قندها که به 3 کاتگوری تقسیم میشه، یک قیمت است، دو قیمت و چندین قیمت هست که یک قیمت را به نام مونوساکاراید میگه، دو قیمت را به نام دای ساکاراید میگه و همچنان مولتی ساکاراید چندین قیمت قندها رو میگه. خب یک قیمت گلوکوز و فرکتوز است. گلوکوز که است در نوشیدنی های شیرین پیدا میشه و فرکتوز شکر میوه هست، شیرینی های میوه از فرکتوز تشکیل شده است. و دو قیمته که از قندهای دو قیمته ساکاروز و مالتوز است. یعنی در دو قیمته از چندین از یک قیمته از دو تا یک قیمته به وجود آمده. مثال ساکاروز از ترکیب گلوکوز و فرکتوز ساکاروز به وجود آمده که ساکاروز هم بوره هست یا نیشکر و لبلبو هست و دیگه مالتوز هم قند دو قیمته است که در قند جو به وجود میاد و دیگه چندین قیمتش نشایسته و سلولوز است که اینا در کل نشایسته در نان خشک اینا به وجود آمده است و همچنان در سلولوز که است دیوار حجروی نباتات چی کرده تشکیل داده است. یکی از عناصر دیگی از مرکبات عضوی پروتئین هست. پروتئین هم ترکیب شده از چندین عناصر است، یعنی از کربن است، هیدروژن است، اکسیژن، سلفر، نیتروژن و فسفر است. خب پروتئین ها در کل یک از مرکباتی هستند که مولکول ها به شکل مولکول های بزرگ پیدا میشه. یعنی اینا از مولکول های بزرگ تشکیل شده است. یعنی امینو اسیدها چی رو تشکیل میده؟ امینو اسیدها یک مولکول های کوچک داره. این مولکول های کوچک یک جا میشه پروتئین تشکیل میده. پس اساس پروتئین امینو اسیدها تشکیل میده. خب امینو اسیدها یعنی یک واحد کوچکترین واحد چی هست؟ پروتئین هست. زمانی که یک پروتئین در سیستم هاضمه انسان رسید، سیستم هاضمه اینو چی میکنه؟ به امینو اسیدها تبدیل میکنه. به امینو اسید یعنی تجزیهش میکنه. خب پروتئین ها به دو نوع است. یعنی ما میتونیم منابعی که از پروتئین به دست بیاریم، یکی حیوانی هست که از حیوانات به دست میاد، مثل گوسفند و بز و اینا پروتئین های حیوانی به دست میاد، مثل از شیر و لبنیات و اینا اگه ما استفاده کنیم پروتئین های حیوانی به دست میاد. و در پروتئین های نباتی از نباتات به دست میاد، مثال از گندم، لوبیا، نخود و غیره. اینا که هستن نبات، یعنی پروتئین ها به شکل نباتی هسته که شما میتونید از او دریافت کنید و یک از منابع سرشار از پروتئین ها هسته. خب دیگه موضوع شحمیات است. شحمیات انرژی خیلی بالا داره. شحمیات همو چربی و یا همچنان همو روغن و چربی حیوانات به نام شحمیات یاد میکنه. خب شحمیات همو انرژی خیلی بالا داره و تقریبا در 1 گرم شحم تقریبا 9 کیلو کالری انرژی تولید میکنه. این انرژی خیلی بالا داره. شحمیات هم تو منابع حیوانی و نباتی داره. میتونه از حیوانات به دست بیاریم و همچنان میتونیم از نباتات به دست بیاریم. در حیوانات از چربی یا همو روغن گوسفند و اینا ما میتونیم استفاده کنیم و در نباتی هم تو مثل از روغن جواری و گل آفتاب پرست و اینا شما میفهمین که شحمیات نباتی هستن. خب دیگه انزایم ها هسته و انزایم ها که هسته همون مواد عضوی هستند که سرعت تعاملات کیمیایی رو چی میکنه؟ تنظیم میکنه. یعنی سرعت تعاملات کیمیایی چی میشه؟ تنظیم میکنه و بدون انزایم ها که هسته حجره زنده بودن نمیتونه. پس به می خاطر انزایم ها که هسته یک خیلی موضوع یک مواد عضوی خیلی مهم است در حجره. دیگه تیزاب های هستوی هستند. بر علاوه ای که پروتئین ها هست در حجرات، همون تو تیزاب های هستوی است. در اواخر قرن 19 هم تیزاب های هستوی شد کشف شد و دیدن که از سایر پروتئین های چی داره؟ فرق داره. خب تیزاب های هستوی از نوکلئوتاید ساخته شده است و همچنان فعالیت های حجره را از قبیل تولید مثل، نمو و اینا را چی میکنه؟ کنترل میکنه. خب نیوکلیک اسید ها که است به دو نوع تقسیم میشه. یکی RNA هست و دیگه هم DNA هست. RNA ریبونوکلیک اسید است و DNA دایوکسی ریبونوکلیک اسید است. یعنی اینا در بین هسته چی میشه؟ تمام فعالیت های حجره را چی میکنه؟ اینا به عهده میگیره. خب شاگردان عزیز، میرسیم به فصل جدید، امراض و وقایه. یعنی چگونه ما مریض میشیم و چگونه باید وقایه بکنیم، یعنی عاملاش چی هست. خب عوامل امراض چی هست؟ اولی که در تمام فضایی که ما شما زندگی میکنیم
احاطه شده از ویروس ها و باکتریا و اینا هسته. از بروی سطح بدن یا روی جلد بدن میکروب ها و ویروس ها وجود داره. در داخل دهن بعضی میکروب ها وجود داره، ویروس ها وجود داره. روده های انسان، آب و خاک، در همه نقاط موجودات کوچک ضربنی وجود داره. خب در کل میکروب به نام چی یاد میشه؟ میکروب شما اگر ببینید، میکروب به معنای موجود کوچک هسته و میکروسکوپ یعنی وسیله است که شما توسط موجودات کوچک میبینید. میکروب به معنای کوچک، اسکوپ به معنای دیدن هسته. پس یعنی توسط میکروسکوپ یا آله‌ای است که شما موجودات کوچک میبینید. خب موجودات کوچک یا میکروب ها که است به چند کاتگوری تقسیم میشه. اول باکتریا هسته. باکتریا موجود کوچک هسته. پروتستا، ویروس ها، فنجی ها، اینا در کلشان چی هستند؟ میکروب هستند. خب میکروب ها که هستند همین چیزایی که باعث تولید مرض میشه به نام پاتوژن هم یاد میکنن. یعنی پاتوژن و موجودات کوچک گفته میشه که باعث تولید مرض میشه. خب باکتریا که هست، باکتریا میگیم سر اولین موجود کوچک به نام باکتریا. این باکتریا یک حجروی هست، یعنی یک حجره داره و موجودات دیگه تقریبا چندین حجروی هست. دیگه باکتریا باز دو نوع است، یک باکتریای مفید هست و دیگهش باکتریای مضر هست. باکتریای مفید که هست باعث بعضی عملکردهای حجره میشه. خب باکتریای مضر که هست اونا سبب تولید مرض میشه. مثال در سال 1800 دریافتند که بعضی باکتریا باعث امراض شدن، مانند کولرا، توبرکولوز. اینا در کل باکتریایی هستند که تولید امراض به وجود میاره و تقریبا بعد از چند ساعت ده ها هزار باکتریا به وجود میاد. یعنی در طبیعت بعد از چند ساعت ده ها هزار باکتریا چی میشه؟ به وجود میاد. خب در خود روده های انسان که هست باکتریای مفید هست. او باکتریای مفید باعث میشه که غذا هضم شود. یا در ماست باکتریای مفید موجود است. باکتریای مفید باعث میشه که امی تبدیل شیر به ماست شود. پس باکتریاهای مفید زیاد هست و باکتریای مضر هم هستند. خب شاگردای عزیز، موضوع دیگه ما یک از موجودات خیلی کوچک ضربینی که میکروب میگن ویروس هست و ویروس ها از باکتریا که خیلی کوچک هست، یعنی 10,000 بار کوچکتر از باکتریا هست. باکتریا توسط مایکروسکوپ دیده میشه ولیکن ویروس ها توسط الکترون مایکروسکوپ دیده میشه. یعنی الکترون مایکروسکوپ یعنی موجودات دیده میشه که خیلی زیاد کوچک باشه. ویروس ها میتونه امراض ساده را در بدن به وجود بیاره و همچنین امراض خطرناک به وجود بیاره. امراض ساده مثل زکام یا رزش است که شما سال چندین بار به اون مبتلا میشید و همچنین امراض خطرناک مثل انفلوئنزا هست، سرخکان است، ایدز است که اینا امراض خیلی خطرناک هستند که حاملش ویروس ها میشه. خب علما در مورد ساختمان ویروس و همچنین به این که ویروس ها موجودات زنده هستن یا نیستن یعنی اختلاف نظر دارن. یعنی بعضی علما میگن یعنی ویروس ها را در زنده بودن شک میکنن. یعنی چرا؟ چون ویروس ها یعنی فقط تکثر دارن، نه تغذیه دارن نه تنفس دارن. پس با خود ویروس ها را به نام موجودات غیر زنده میگن. بعضی علما میگن نه، موجودات زنده هستن چون اینا بیرون از حجره غیر فعال هستن. زمانی که داخل حجره شدن اینا انقسام میکنن و حجرات تحت تاثیر قرار میدن. پس به همین خاطر بعضی علما میگن که این ویروس ها موجودات زنده هستند. زمانی که ویروس ها داخل حجره شدن، مواد داخل حجره که به نام سایتوپلازم هست و شما در بیولوژی صنف 8 خواندین، اینا چی میکنه؟ تحت تاثیر قرار میده و تحت تاثیر قرار میده مواد داخل حجره چی میکنه؟ از بین میبره. زمانی که حجره از بین رفت، ویروس های جدید با حجرات جدید چی میکنه؟ یعنی آماج قرار میده، حجرات جدید آماج قرار میده. پس ویروس ها حجرات از بین میبره و هر کدام ویروس های جدید حجرات جدید تحت تاثیر قرار میده. شما زمانی که اگر زکام شده باشید میفهمید که روزهای اول شما علائم نمی داشته باشید چون ویروس ها زیاد تکثر نکرده است. یعنی زمانی که هر چقدر روز سپری میشه ویروس ها تکثر زیادتر میشه و شما باعث میشه که علائم بیشتر در خود نشان بدید.
مثال یک از تاثیر ویروس در حجرات بینی در زکام قسم است که زمانی که ویروس داخل حجرات بینی شد، حجرات بینی رو تحت تاثیر قرار میده و تخریب میکنه. بالاخره باعث آمدن مایعات و همچنان آب از بینی میشه و همچنان حجرات گلو رو تحت تاثیر قرار میده. حجرات گلو رو وقت تحت تاثیر قرار داد باعث گلودردی و اینا میشه. خب موضوع دیگه شاگردا یک از موجودات دیگه کوچک است به نام فنجی ها میگه. فنجی ها یا عالمی هستند که به نام همچنان سمرق و پوپنک نان از جمله امی عالم می باشه. این فنجی ها تجزیه کنندگان می باشد، تجزیه کننده ها می باشه، یعنی اطراف موادی که در اطرافش است این تجزیه میکنه. و همچنان فنجی ها چندین حجروی هستند. بعضی از فنجی ها یک حجروی هستند، زیادترشان چندین حجروی هستند. خب فنجی ها یکی از یعنی آفتهای زراعتی هم محسوب میشه، یعنی باعث از این میشه که به زراعت صدمه برسانه و خیلی صدمه های اقتصادی رو به زراعت برسانه. و همچنان از فنجی ها در ساختن داروها نیز استفاده میشه. یک از فواید فنجی هاست که فنجی ها در ساختن داروها و آنتیبیوتیک ها از چی میشه استفاده میشه. ما یک مریضی داریم به نام مریضی رینگوارم است که او عاملش فنجی ها میشه که او جلد چی میکنه تحت تاثیر قرار میده و زمانی از این کسی که به این چیز مبتلا میشه اگر شخص دیگی که به همین مرض مبتلا شوه از لباساش از ایناش استفاده کنه این هم به او انتقال میکنه. یعنی به نام رینگوارم ما یک اصطلاح داریم که چی میکنه حجرات جلد تخریب میکنه. او عامل چی هست؟ همین فنجی ها هست. خب شاگردای عزیز میرسیم سر آخرین عالمی که در بدن موجودات زنده و همچنین انسان ها چی میکنه امراض به وجود میاره. پروتوستا هست. شما در بیولوژی صنف هشتم با عالم پروتوستا آشنا هستید که پروتوزوا و الژی ها شامل موجودات میشه و همچنان پروتوستا هم تولید کننده امراض هست در بدن انسان ها و همچنان در بدن حیوانات اهلی. خب راه های انتقال این مرض چگونه هست؟ یعنی چگونه ما با این امراض پروتوستا مصاب میشیم؟ اولی که حیوانات اهلی را این پروتوستا تحت تاثیر قرار میده. یعنی حیوانات اهلی اگر ما شما از گوشت اینا استفاده میکنه مثل گاو اینا هسته، اگر اینا با پروتوستا مصاب باشند یعنی گوشت نیمه خام اینا باعث میشه که با بدن انسان امی عالم پروتوستا چی بکنه باعث امراض شود. و همچنان بعضی امراض دیگی که به وجود میاره مثل اسهال است، پیچش عمومی هست که اینا توسط پروتوستا به وجود میاد. و همچنان مرض دیگی به نام ملاریا هست که شما نامش شنیدین. این هم یعنی عالم پروتوستا هست، از باعث از عالم پروتوستا همین ملاریا هم به وجود میاد. خب حالا شما در مضامین مکتبتان خواندین که ملاریا توسط پشه مؤنث انافیل از یک شخص مبتلا به پروتوستا ملاریا به شخص سالم انتقال میکنه. این درست است؟ بله. یعنی زمانی که یک پشه مؤنث انافیل چی بکنه یک شخص مصاب ملاریا رو چی بکنه نیش بزنه و بیا یک شخص سالم نیش بزنه، یعنی انتقال ملاریا از شخص مصاب به شخص سالم میکنه و باعث این میشه که ملاریا این انسان ملاریا شود. خب ملاریا چی میکنه؟ علائمش چی هست؟ تب خیلی بالا می داشته باشه. شخصی که مصاب ملاریا میشه تب خیلی بالا، لرزه می داشته باشه، عرق می داشته باشه و همچنان کم خونی می باشه. خب چگونه ما از ملاریا در امان باشیم؟ اولی که ما در کنار خانه های خود خندق های آب یعنی نمانیم، آب های ساده رو نمانیم، چون اینا باعث این میشه که پشه اونجا چی بکنه رشد و نمو بکنه. و همچنان کلکین خانه های خود جالی بگیریم. بعد از هوا گرم میشه و یعنی پشه ها خیلی زیاد میشه باعث رشدشان میشه. باز ما شما چه کاری کنیم که از پشه خانه استفاده کنیم یا از یعنی از ادویه های حشره کش استفاده بکنیم، کلکین خانه خود جالی بسازیم. پس اینا چی میشه؟ یعنی اینا عامل ازی میشه که ملاریا یعنی باعث جلوگیری از ملاریا میشه. خب انواع دیگی از عالم که هست الژی هاست که ما شما خواندیم که الژی ها از پروتوستا هست، یعنی از عالم پروتوستا هست. الژی ها یک حجروی هست و باعث تولید اکسیژن میشه. یعنی یک از فواید الژی ها این است که باعث چی میشه؟ تولید اکسیژن میشه.
و همچنان الجه ها غذای ماهیان در بحرها تشکیل میده، یک سیستم زنجیر غذایی را میسازه. پس الجه هم یکی از موجوداتی هست که فوایدش خیلی زیاد از اکوسیستم یعنی زنجیر غذایی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز، درس امروزی ما به همینجا به اتمام میرسه. خدا کنه که درس امروزی را یاد گرفته باشین در مضمون بیولوژی صنف دهم و خیلی موضوعات دلچسب و خوب را امروز ما و شما خواندیم که در فصل اول با میتودهای علمی آشنا شدیم و در فصل دوم با متابولیسم و کاتابولیسم یعنی تعاملاتی که در داخل حجره صورت میگیره با او آشنا شدیم. با منرال هایی که در حجره موجود هست اینا مطالعه کردیم و همچنان آخرین درسی که ما و شما خواندیم از فصل سوم با موجودات کوچک ذره‌بینی که باعث تولید امراض در انسان‌ها و موجودات زنده میشد با اینا مطالعه کردیم. خب شاگردای عزیز، به خاطر یادگیری بهتر شما خلاصه فصل‌ها را بخوانید و همچنان تمریناتش کار کنید. تا دیدار بعد و جلسه بعدی که ما دانیال شمس خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا امانت میسپارم. وقتتان خوش، خداوند نگهدارتان.